سلام دوستان عزیز، روزی آمد بخیر شدی باشد. امیدوارم که تیج هستین، خوب هستین. خداوند بزرگ نگهبانتون باشه. ما در خوجند شهر منیحال راستی گپ همین ما شب در معرکه در ورزاب بانگای روزبک فیضعلی بودیم. معرکه را دعوتی بودیم. معرکه دیرتر بود شد، بعد برآمدیم و میده در طرف خوجند بازم خیلی کار ایجادی ما رهبره ما اومدیم. شب رسیدیم دیرتر. شکر خدا نماز بامداد خوندیم و بعد خور رفتیم. بعد نماز بامداد گفتیم اگه خواهم میریم دم بگیریم، این روز به حضوریم. میخیزیم دست که زنگ میزده در تلفن اومد با است گیره و نولا. راستی که من بگه یک صورت روی کردیم خیلی که گفتم خیلی گپ چپ میگن آخه پروانه کدمو دلیل کدمو صورت رفت این هم صورت میمونه. این همین صورت ما در روی کردن. که اگه تنجی سازی کیم کی بود درآمده سه چهار کسی دیگه هم خیلی بود درآمده من یک سیلکر روی کردن. او سیلکر میبینم هم یکم پراسمو ترنا دورو همین ایمینو همین صورتی مرا مونده و بندگی کرده گفته هم خیلی امارت کرده مرده همو قریب 40000 پراسموتر گرفته. یک سایتی که هیچ کی نمیشناسه. با ما گرفتم گروه اساسات بلاگرها درای کردم گفتم بچه‌ها همین یک جال بعد بزنین مقصد و دلیل چاو برام تا همین فرصتی که اکبر البته خیلی دلیل میشه تا تو بگهی رو تا هم فرصتی و دلیل چیزی نبینه که چقدر پدر و مادر خیش و تباری هم اهل اویلا اپا و خوارو اکا و دادرو هم سرگردانی در فکر تا ما همین این نصیب بی که ما بامداد خوندیم خور رفتیم تا ساعت 10 این بی که این قدر آوازه میگه که دشمن ایمان با مردنم شاد مباش که دوام شد دیگه چی بگم مخیفت شاد نشه که ما مردمو. خداوند عمر هر یکی ما رو دراز کنه، عمر دراز پر برکت عطا کنه، همه وقت سر بلند خونه آباد باشه. خدا نگهبانی همه ما و شما. هر گپ خبری که میشنوین اساس نداره دروغ برادرها. خدا نگهبانتون. زنده باشین.